دخترک میش مکتب میره پلیس پیاگ میره. نگینه تیلوزاد 2 سال این جانب منتظر محاکمه و مجازات فرد متهم در قتل دختر 5 ساله اش می باشد. این خانم چند دفعه به نتیجه برای شرکت در محاکمه بر روسیه رفته بود. اینا 6 برشید میرم چورش ندیدیسن. این میگن مسکرا رفتیم 6 ماه رفتیم از سود میریم میگن موی دیگه میشه و موی دیگه سوچا میبرن نمیدونم دیستیم امروز پگا میکنن چورمون ندیدیستن. یم دختر مایبم خاطی میرم خاطی بچه مایده کی میام. هویدا تیلوزاده زاده شهر کلاب روزی 22 ایولی سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سربخو ناپدید شد و روزی دیگر جسدی او را در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. تشخیص نشان داده است که دخترچه را نخست تجاوز کرده بعداً کشتند. گمانبر اصلی جنایت مدهش همسایه 30 ساله عائله مهاجران تاجیک الکساندر سیامین است که بعد چند ماه بازداشت در شفاخانه بیماری‌های روحی بستری شد. از آن زمان تا کنون در پایان هر 6 ماه بعد معالجه کمیسیه طبی مهلت طبابت سیامین را تمدید کرده میگویند که تا زمان معالجه پوره او برای پاسخ دادن به سوالهای تفتیشات آماده نیست. سیامین با قرار دادگاه ولایت مسکو برای معالجه ویژه جای داده شده است. عبدالسلام سعیدов پدر هویدا تیلوزاده پنهان نمی کند که خیلی خسته و ناامید شده است. روزی 21 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که در سر قبر دخترش قول داده بود که تا مجازات قاتل در روسیه خواهد بود. از این رو حالا هم در سرپخو و منتظر مرافعه می باشد. همون جنایتکار فرزند ما را کشت است. خولش قطعی یک مقدار که دیگه اومدوش نمیشنستم ما دستم پریلگت کردن 6 میلیون روبل. ما مسلمان‌ها گفتیم ما فرزندمون نمیشیم برای اسلام. تأخیر در شروع مرافعه متهم جنایت مدهش را برخی افراد آگاه نشانه انتخابی بودن نظام دادگستری در روسیه مینامند. از آنکه قانون در نسبت مهاجران کار نمی کند در حیرت بوده نمی شود، چون که متاسفانه در روسیه نظام دادگستری پرره خراب شده است. وقتی به شما دادرس می گوید که به کانستیتوسیاتون در دلم زدید، فرمان هست ولی به ما فرمان نآمده است، به آن معناست که نظام مستقل دادگستری و حکومت دادگاهی مستقل وجود ندارد. تحقیق جنایت‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد که در چندین حادثه پرسر و صدا که با مرگ خشونت‌آمیز اطفال مهاجران از جمله تاجیکستانیان انجامیده است، دادگاه و مقامات تفتیشاتی روسیه بی‌میلی نشان دادند. یک پرونده دیگر مربوط به مرگ فاجعه بار یک پسر در انتظار خانواده رستم نظرف عمرعلی 5 ماه است که سال 2015 از جانب پلیس از مادر جدا کرده شد و بعد چند ساعت گویا نه در اداره پلیس بلکه بیمارستان سنت پتربورگ درگذشت. دادگاه شهری سنت پتربورگ سال 2017 رد شدن پرونده جنایی از روی مرگ کودک عمرعلی نظرف را قانونی اعلام کرد و سوالهای را در زمینه قانونمندی کار ساختارهای حفظ قانون و نظام دادگستری خلق کرد. نموندن که ما بفهم کودک ما چو کده برای چی موده ما خستن خیلی بپور کردن خستن روی کردن. در همین حال شوکت عمرف که با یاری سفارت تاجیکستان در مسکو برای دفاع از حقوق وکیل خانواده عبدالسلام سعیدov پدر هویدا تیلوزاده تعیین شده است میگوید امیدواری آنها برای به جوابگری جنایی کشیدن سیامین تا رفت می‌افزاید و به باور او متهم در جنایت کاملا صحت است.